کمبارش آمدن زمستان و بهار امساله به سبزش علف‌های طبیعی نیز تاثیر منفی خود را رسانید که این روند نگرانی عمیق چاره‌داران را به میان آورده است. بارشات پی در پی 10 روزه ماه می در شهر حصار به سبزش خوب و نمونوی خوراک چاروا و علف‌های طبیعی مساعدت کرد و جمع‌آوری متشکلانه علف به خاطر ذخیره هرچی بیشتری خوراک چاروا در اساس نشاندادهای اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جریان تازه کسب کرده است. من همین جاها من یک عمر کار کردم که جای باغ نبود. من ببینید قریب 1700 هکتار باغ من قریب 200 گشت است. من مردم با یک دل گرم با یک اراده قوی مهنت کردند. من باغ کردن. من حاضر سیزن علف داره که عموما کار در این فیلم با یک صفت بلند معنوی رفته است. اهل قشلاق این ده حشر برآمدند برای در فیلم یاردم کردن علف داره کردن. در اساس دستورهای سرور دولت در شهر حصار جهت هرچی بیشتر ذخیره کردن خوراک چاروا تدبیرهای ضروری اندیشیده می شود. به قول مسئولان ریاست کشاورزی شهر باید برای از زمستان در پیش ایستاده سالم و بی‌تلف برآوردن چاروا 33900 تن نقشه بودند تا امروز نزدیک به 20000 تن خاشاک درشت و همزمان دیگر نمود خوراک ذخیره گردیده است. پرابلمای تامیناتی خوراک چاروا البته به میان آمد که در اساسی سپارش حکومت جمهوری تاجیکستان به واسطه سپارش جناب عالی محترم امامعلی رحمان در شهر حصار نیز ستاد مخصوص تأسیس داده شد که دوره ذخیره خوراک چاروا با مرام ادامه دارد. خیلی که شاهد هستید امروز در کارپوراسیای برکت به طور حشر که تمامی منطقه یعنی که در درون باغ مخصوصا در منطقه های نزدیکویی علاقه جمع‌آوری یا اینکه ذخیره خوراک چاروا با مرام ادامه دارد. ذخیره خوراک چاروا از حساب اهالی نیز همه روزه به حساب گرفته شده. هر 10 روزه 3 تا جنبش کرده به حکومت جمهوری تاجیکستان معلومات پیشنهاد کرده میشه. در برابر خواجگی کارپوراسیای برکت جمع‌آوری و ذخیره خوراک چاروا در تمام خواجگی‌های جمعیتی دهقانی و اهالی حدود شهر حصار ادامه دارد. شهر حصار از منطقه‌های عمده اگراری جمهوری به حساب می‌رود. از این خاطر وسیله ذخیره خوراک چاروا مخصوصاً از حساب علف‌های طبیعی در این شهر با اصول‌های مختلف صورت می‌گیرد. گذراندن حشرهای دسته‌جمعانه عمومی از زمره چاله‌جویی است که در این موسم زود راه‌اندازی کرده می‌شود. تدبیر ذکر گردیده این شب و روز در تل و تپه‌های گوناگون صورت گرفته اکثر ساکنان با مقصد کمک به چاره‌داران و خواجگی‌های چاره‌پروری کوشش دارند در معرکه علف دروی شرکت ورزند. وقتی که انگور در هنگام گل باشد درون باغ در آمدن ممکن نیست. برای همین با چاره‌داران خواجگیمون همچون کمک ما 330 نفر اجاره کار داریم. همین آدما با نوبت تعیین کرده شده من دیده ایستادید با 28 اپارات بنزینی کار کرده ایستادن. دورنما تشکیل کردیم که همین سال 2018 برای زمستان گذرانی گوسفندان و گاوایی که در چراگاه و چول وجود دارند زیاده از 100,000 دانه توی علف طبیعی جمع‌آوری کرده کمک رسانیم به چاره‌داران. فراوانی و نشونمای خوب امساله علف‌های طبیعی مربوط به خوراک با صفت چاروا ساکنان و کشاورزان شهر حصار را سخی‌تر ساخته است. اعتماد ایشان کامل است که در صورت بی‌تلف جمع‌آوری شدن علف از دشت و پشته ها میتوان چاروای دیگر نواحی کشور را در فصل زمستان با خوراک تامین ساخت. زیرا اکثریت چاره‌داران دستور سپارش‌های رهبرت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان را باید به ذخیره 2 ساله خوراک چاروا سرمشق کار کردند. در حال به ذخیره نمودن خاشاک چاروا را به طور گسترده راه‌اندازی کردند.